سلام. به سفر خانوادگی ما خوش اومدید. من مسعود نیکدل و من شیما رئیسی هستم. ما یه خانواده هنرمند و گردشگریم که داریم تو چراغ جادوی ایران مسافرت میکنیم. اینجا سیستان و بلوچستانه، شهر زاهدان. یادتون هست ما این لباس بلوچی رو که به ما هدیه دادن، ما رفتیم براش کفش خریدیم، براش واسکت خریدیم. خیلی هم خوشگله. آره. الان میخوایم بریم یه چیزی که کم داریم بگیریم. سال من خالیه، باید بریم کلاه براش بخریم. بریم کلاه بگیریم. به ما گفتن که اینجا این انتهای این پاساژ کلاه فروشی هست. بریم ببینیم کلاه فروشی خوب پیدا میکنیم کلاه بخریم. بریم با هم. خب این قسمت شال هستش و یه فروشگاه هم هست اینجا که کلاه من دارم تو ویترینش میبینم، خیلی هم کلاه‌های متنوعیه. اومدم خیلی کلاه‌های متنوعی می‌بینم، یعنی رنگ‌های خیلی زیادیه، خیلی هم زرق و برق داره. ببینید چقدر باحاله. رنگ سبز چقدر تضاد رنگ‌های خیلی عالی داره. سبز، قهوه‌ای، طلایی یه جورایی، بعد سفید. حالا اینور ببینید باز مثلا رنگ صورتی، نارنجی، بنفش، سفید، مشکی، همه در کنار هم. مدل‌های متنوعی هم داره اونجوری که من دارم می‌بینم. یعنی یه مدل هست کاملا گرده، نه؟ بله. این مدل کاملا گرد رو کیا بیشتر دوست دارن؟ این مدل مثلا مانند طلبه یا امیر. اسمت چی بود اصلا؟ اسم احمد آقا. خب این مثلا چی؟ طلبه ها؟ بله اینا مثلا گرد مانند این گرده رو اکثر مردم مثلا امیر سبیشو میگن امیر. امیر یعنی چی؟ بله. چجور چیزیه؟ امیر یعنی مثلا میر تبلیغ جماعت. آها. اونا بیشتر اکثر مردم تبلیغ جماعت میدونین چیه نمیدونم یا نه؟ تبلیغ جماعت یه جاهای گرد همایی توی مساجد جمع میشن، مردم دور هم شروع میکنن درباره وصف خدا، پیامبر، اینجور چیزا با هم صحبت میکنن. حالا کسایی که معمولا این جماعت‌های تبلیغی رو یا به قول خودشون تبلیغ جماعت رو مثلا راه میندازن، معمولا طلبه ها هستن. میرن اونجا هم تمرین میکنن برای روابط عمومی با مردم، هم با هم صحبت میکنن، یه ذکر خدایی گفته میشه اونجا و یه سری هرچی که مربوط به دین و اینجور چیزا باشه اونجا بررسی میشه و با مردم صحبت میشه. حالا اونا بیشتر این مدل میپسندن، سر میذارن که گرد و ساده است. این مدل دیگه چی؟ اینا مثلا تر پاکستان، اینا اکثر بلوچا مثلا از اینا جوونا از اینا استفاده میکنن. پس جوون پسندترش این مدلشه. بله. یه نکته جالبی که درباره این قضیه هست این که مثلا میگن این کلاه پاکستانیه، طرح پاکستانی. ببینید بلوچستان به معنی اون حیطه جغرافیایی که مردم بلوچ زندگی میکنن میشه گفت که نصفش اون طرف تو پاکستانه. متاسفانه سیاست هایی که داشتن توی جریان این که مثلا چطور بتونن مرزهای این منطقه رو ناآروم کنن که بتونن به کاراشون برسن، انگلیسی ها اومدن هر جا که تونستن از بین اقوام مرز کشیدن، روی نقشه خط کشیدن، قشنگ جدا کردن که اینا هم کشش داشته باشن به هم در این حال نتونن زیاد با هم ارتباط برقرار کنن، به خاطر اینکه مرزه بالاخره. پس وقتی میگیم که مثلا این پاکستانیه به این معنی نیست که پاکستانی ملیت پاکستانی داره، نه، بلوچ ها اونجا هم هستن، این بیشتر تو پاکستان چون تولید میشه میگن این پاکستانیه. درسته؟ درست. ولی بلوچ ها هم هستن. آقا من الان با این تیپی که دارم میخوام الان اینو کامل کنم، باید چی جور کلاهی سرم کنم؟ دیگه من تبلیغ جماعتی نیستم، اما این لباسی که به من هدیه شده یه لباس یقه به قولی ساده است، یقه گرده، همینطوری باید تیپش هم ساده است که باید سنگین رنگین باشه. به قولی از کدوم مدل کلاه پیشنهاد میدین شما؟ دیگه سلام وقت شما بخیر، خوبی؟ سلامتی؟ جانم در خدمتم، سلامت باشید. دیگه اومدیم اینجا، بقیه هم میان. خب میگفتی؟ دیگه از این هم اگه یعنی من اینو بپوشم جوان پسندتره، چه رنگی بپوشم خوبه؟ دیگه توسی یا اگه بخوای بعد لباس ست توسی خیلی همرنگ میشه. درسته دیگه هر کدوم. الان اگه توسی بذارم مثلا ببینم
بعد اینا سایز سرش هم متفاوته دیگه نه؟ بله چقدر باید اینو فشار بدیم بره داخل سر؟ خوبه. همینقدر؟ یک کمی دیگه مثلا فشار بده. یک کمی دیگه فشار آه، بده. یک جا کم نمیشه کلمه گنده است. یک کم جلوتر بیاد. یکم جلوتر هم باید بیام. همینطور. آها. یعنی باید یه جوری باشه که این محرابیش که هست بیفته رو پیشونی رنگش دیده بشه از اینجا. آره. من خودم نمیبینم چه شکلی، هم شما دارید میبینید، نظرتون رو میتونید بگید بعدن چه جوریه. خانم رنگش خوبه الان؟ چی جان؟ رنگش خوبه؟ خیلی یک نواخته با این یکیه. یه چیزی به من بده که جان خداحافظ. این قهوه‌ای یا این این سیاه. کدره که خیلی این الان ماشین دوزه، یعنی با چرخ خریطی دوختن یا با دسته؟ یک کمی با چرخ، یک کمی با دست. آها، چرخ هم و دست چرخ داره هم دست داره. این ببینید یکی سری پولک‌های خیلی قشنگ داره اینجا، تضاد رنگیش هم خوبه ولی یه مقدار کدره. من دوست دارم یه مقدار شاد بشه. بذارم سرم اصلا. چجوریه؟ خب دیگه شال میخوای با سفید مثلا رنگای روشن شال. الان اینو من باید خب با یه شالم ست کنم دیگه، درسته؟ درست. این رنگش سفیده. چقدر باحاله. دورشو ببینید. آدم یاد جاده میفته اینو میبینه، سر پیچهای جاده. چجوریه این یکی؟ خوبه؟ باحاله. خیلی شاد و شنگول نیست؟ آره خیلی سفیده یهو. حالا من آینه نداری؟ آینه این اوه آینه دارن این خیلی سفیده. باید ببینیم که باز دیگه چی پیدا میشه. دیگه این یه تهرنگ سبز خوب داره و مشکی با هم، یه مقدارم شاده. بذارید من ببینم این وسطش چرا اینجوری وای میسه؟ این بعدن خوب میشه، درست میشه یا همینجوری فوق رفتگی داره؟ یکم بیار جلوتر فشار بده خودش خوب میشه. الان درست بذارید سر من یه دفعه ببینم چه جوریه. خوبه. این به مرور زمان شسته بشه مثلا حالت. آها بعد جا بیفته، به مرور زمان هم باید شسته بشه. الان چه جوریه؟ بد نیست میگن از پشت صحنه دوستان اشاره میکنن که بد نیست ولی خیلی تیره است. یه رنگ شاد به من بده. شاد. یه رنگ شاد، قرمز، قهوه‌ای یا اون جگری. اون سرمه‌ایه رو میتونم امتحان کنم؟ سرمه‌ایه؟ بله. یه رنگ سرمه‌ای اونجا هست، من چشمو گرفت. این سرمه‌ای نگاه، سرمه‌ای سبزم داره، کرمم داره. الان نگاه کدومشه. سرمه‌ای سبزم داره، کرمم داره. چجوریه؟ پشت صحنه چجوریه؟ سایز بزرگتر باید برداری. وسطش کنید. اینا همه یک سایزه؟ بله اینا همش مدلش همینطوره. یک رو پیشونی میذاری. میگم مدلش همینجوری، باید همین سایزه همش. بعد ببینم خودم. باحال. این فقط من با این هنوز مشکل دارم. این شکافی که اینجا میفته این با این مشکل دارم. این چجوری باید درست بشه؟ یه شستشو بخوره حالت خودشو میگیره درست میشه. آهار داره الان. بله. آهار داره خیلی شقاق. الان مثلا این بس شل بشه. این طور لا شده. آها. اینو که باز میکنی دیگه بله همینطور میمونه. یه شستشو بخوره. یه دفعه اینو تا کنیم ببینیم. وقتی که میخوان اینو بسته بندی کنن اینجوری تاش میکنن. ببینید. از وسط میگیرن. آها. اینطوری. اون تایی که الان داره به خاطر اینه. بله. اینطوری. بازش کنید دوباره. آره. آها به خاطر همون اینجاش تا خورده. بله، الان بله، بعضی بله. شسته بشه درست میشه. بله. خیلی عالی. خودشون. نظر درباره این چیه شیما خانم؟ قشنگه این میاد بهم؟ این به این لباس هم میاد یا نه؟ دیگه به خودت میاد. به لباست هم میاد. در کل تیپت مثلا خوبه. مورد تایید یه بلوش قرار گرفت که این تیپت خوبه. خب اینم از بحث کلاه و اینکه کلاه اصلا چجوریه. آها این عرقچینا باحاله. بذارید این عرقچینا رو ببینیم. اینو من بذارم کنار. دوستش دارم قشنگه. این عرقچینا جریانش چیه؟
اینا مثلا مال مردم های مثلا مسن هم طلبه هم مسن. آها، هم طلبه بیشتر. هم مسن. بله. میشه امتحان کرد اینو تست بله. زد؟ چجوری میذارن اینو سر؟ همین از اینجا دیگه به بالا ببر. بعد از رو پیشونی بله بپو همینطور. اما آدم های مسن اما این امیر صاحب یا طلبه همشو استفاده میکنه. ببینم خودمو چقدر باحاله، بهم میاد. فکر کنم باید یه دونه از اینا هم بگیرم. عرق چینه، خیلی خوبیه. حتما موقع کار کردن اینها تو روستا مخصوصا حتما قدیمی‌ها که کار میکردن این خیلی مورد نیازشون میشده، چون الان من یکی از مشکلات خودم موقعی که دارم کار کشاورزی اینو انجام میدم اینه که زیاد از پیشونیم عرق میاد پایین. دقیقاً کار عرق چین همینه، اسمش هم از همین اومده. عرق رو میچینه، نمیذاره که بیاد. چقدر باحال، رنگای خوبی هم داره. رنگاشو دارم میبینم اینجا. یه رنگ آبی خیلی سیر خاکستری سیر داره، یه رنگ قهوه‌ای هم داره، ولی فکر کنم این رنگ به من خیلی بهتر بیاد. نه سفیدش بهم میاد، من یه مقدار ریش و موهام خاکستری سفیده، این یکی خیلی بهم میاد. چقدر باحال. یه دونه از اینم باید برای خودم بخرم برای کار کردن و موقع کار کردن اینها. چقدر خوبه این، خوشم اومد ازش. پس اینم هم برای پیرمردا استفاده میکنن، بله. منم که پیر شدم، و هم برای طلبه ها و اینا. اینم از این یه کلاه و یه عرقچین. شالو بعداً باید بریم از یه جای دیگه باز بگیریم ببینیم چی میشه. بریم حالا بعد از این دنبال شال بگردیم. یه ما ایرانی با هم بگیم، ما خیلی برامون مهمه که ما بگیم که ما هممون یه جامعه ایم، با هر فرهنگی، با هر به قولی قومیت و طایفه‌ای که داریم، هممون با همین ایرانمون رو تشکیل میدیم. اینم از عرقچین. با هم بگیم ما ایرانیم. 1 2 3 ما ایرانیم. بلند بگو. ما جون ایرانی. نداره. آقا شما هم بیاین. بیاین اینجا، بیاین اینجا، بیاین اینجا. آقا همه اینجا با کلی الان مخاطب داریم تو بازار دور ما جمع شدن. بیاین هممون با هم. 1 2 3 ما ایرانیم.